تسلیم شو. مراد؟ چه خیلی آخه؟ یا اینکه تو در کوبیدن رو نمیدونی تو همکار؟ آن در دست تو چیکار میکند؟ چرا انگشترین خانم زینب را دزدیدی؟ نفهمیدم. چی گفته ایستاده ای تو؟ چی گفتنم را بسیار خوب میدانی مراد. انگشترین خانم زینب را دزدیدی. عمش را دیدم. به اینجا گریختی. تو را تا اینجا تعقیب کردم. کرتکلس هم از پس این انگشترین بود. یانکی تو کرتکلس هستی. بله، من کلاس هستم. این غیر امکان است. این آدم کیوس بوده نمیتواند. معلوم شد که تو کرتکلس هستی. یعنی چهره‌ات رو عوض کردی. خیلی زبید است. تو این رو چخیلی قدر پنهان کردی. با چهره‌ات رو عوض کردن کارت تمام نمی شود. وظیفه همین است همکار. فریب کردن. خاموش باش. من همکار نگو. عیب است آخر همکار. یک جای خیلی کار کردیم و خاطر روزهای گذشته. خاموش باش. تو رو دستگیر کردم کرتکلس. کنی از جایت خیز. گپت رو نمیگیرم همکار. انگشتن رو گذار. کنی به پوش بگرد. همکارای بست آخیر. پوشتت رو گردانه حریف. من حالا چیکار کنم؟ او رو گرفته میبرد. گپت رو نمیگیرم همکار. مرا همکار نگو، به پوش بگرد. مرا همکار نگوی. باز یگان حرکتی اینجا نکنی. فهمیدی؟ این خیل نمی شود. اجازت نمیدیم که او تو رو برد. ایستو!
از جویت نجوم که بپرانم. آرام شو همکار. چخیل همکار؟ پیشتر حریف گفتی کو؟ گپ‌های مرا به دلت نگیر. ناگهان از دهانم برآمدن همکار. خاموش باش. همکار دیملگی نکن. کلاس بودنم را فهمیدی؟ مرا آشکار کردی. باید موری. به تو وعده میدیم به خدا قسم کلتکلس بودن رو به هیچ کس نمیگویم. اکنون میدونی که من کی هستم. باید که بمیری. یکی باش میکشم. میپرانم تو را. میپرانم. نه ایست نکن. میپرانم. چی گپ است؟ کلتا کلاس بودم. چی گپ شد؟ خدای توبه. بگیر سلاحت را. تو را دستگیر کردم کلتا کلاس. التماس نپران مرا. التماس همکار به خاطر روزهای گذشته. آدمی پست مرا مسخره میکنی بازه؟ تو کلتکلس نیست نمی خیلی نیست شغال؟ این بیشرم کلاس نبوده است. چه خیلی ترسیدی همکار؟ طبعت خیره شد. بیا بیا بشین. البته که ترسیدم حیوان. مرا میکشتی آخر. از راستی تو رو کلتکلس فکر کردم. آخر ما رو میپراندی. آدمی پست بوز مسخره میکند. کلتا کلاس بگوید حالا هم. چه خیل زیبیده هست همکار؟ ها؟ بس کن آدمی حریف با دنتگیز میکنی. تو مرا خنداندی که خدا تو را هم بخنداند. انگشترین آن دختری بیشرم را گرفتم گفته مرا کلاس فکر کردی. من تو رو میکشم. بوز مسخره میکنی ها؟ شرم نکرده میخندد. زینب جان دیوانگی نکن. سلاحت رو به زمین گذار. زینب جان سلاحت رو به زمین گذار گفتم. تمام اینه. من تو رو میکشم آدمی پست. تو باز کلاس هستم گفتم مسخره میکنی ها؟ خانم زینب لطفاً آرام باشه. جناب زبید دخالت نکنید. میل جان این کار بین من و او هست. نباید مسخره میکردی. تو رو نمیبخشم. چی گپ است همکار؟ این دختر چی میگوید؟ من چیکار کردم؟ تنها برای یک انگشترین؟ نسبتی خاطراتی کلتا کلاس به احترامی کردی. کلاس چرا برای تو اینقدر مهم است؟ تو دیگر وقت نداری که این رو فهمی. ایست نکن. ایست. نه. خودم را بزرگ داشتم. ترسنجگی فلاس. پس چرا این انگشترین رو از اون دختر دو دیدی؟ یکی تو رو میپرانیدم بعد میدیدی مسخره رو در جنازه همه کس هم میخدیدی. این را به تو فهمانده نمیتوانم. چه خیلی فهمانده نمیتوانی؟ مگر ما همکار نیستیم؟ وظیفه مخفی همکار. گفته نمیتوانم. وظیفه مخفی؟ گوش کن مراد، من تا امروز از تو هیچ چیز را پنهان نکردم. اگر حاضر به من چی بودنش را نگویی این همکاری اینجا تمام می شود. وظیفه من کلتا کلاس را دستگیر کردن است. نامی مخفیش کلاس بود. میدانستم که اسپسیو هست. همکار کلتا کلاس یک از روزهای مقرری است. چه خیلی عملیات دستگیریش مخفی می شود؟ نمیدانم. وظیفه من تنها او را یافتن است. با فکر تو با کمیسر اونها علاقمندی دارد؟ نمیدانم همکار.
در حقیقت کلتکلا زنده است همین خیلی نه ها؟ فکر میکنم که زنده است. میدونستم آخه. این رو میدونستی چرا با من نگفتی؟ ها؟ ما همکار نیستیم مگر؟ من از تو یکون چیز رو پنهان کردم همکار؟ مخفیست میگویم، نمیفهمی تو. این انگشترین را استفاده کرده او را تسخیر میکنم. گرفتنم را به هیچ کس نگو، مخصوصا به زینب. مگر اون انگشترین رو به تو میدهم؟ انگشترین از من است. تمام، نمیگویم. تو هم ببخشی کمی نفهمی شد همکار. نه همکار، چه خیلی بخشش. آخر خندیدیم کو. ای بگی دسته تلخمه کفاندی. کارتا نکه دیگر. خیر، من تو را گسل میکنم. دست بندت رو فراموش نکن. خیر، شب خوش همکار. رحمت بر تو هم. زبید، با دقت باش. تو هم. از پس انگشترین آدم گذاشته فکر کردی که نمیفهمم. انگشترینم رو از دست تو میگیرم. خدا را شکر که انگشترین را گرفتم. جان من، ایستا، التماس نرفت. تو رو دوست می‌دارم. چی گفتی؟ تو رو دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. دیگر هرگز تو را تنها نمیگذارم. همیشه در دلم میمانی. قول میدهم. آه هجری، کار تو در حقیقت مشکل است. خدا مشکلت را آسان کند. من این خیلی نگفتم پدر. چه نگفتی؟ داد زده گلوم تا دوم دی
آقای سعدی داد نزن در این وقت هم بخوای. داد نزدم آخی من داد نزدم که داد بزنم. آخر این خیل نمی شود. هر شب حال همین است. نمی شود این خیل. یا صبر دلگیر شدم آخر. با خدا دلگیر شدم. آخر هجری گپ ایدهانی مرد یک بار مبرایه. تو به من آره برامده سایرم دوست میدارم نگفتی؟ امروز دوست میدارم پگه دوست نمیدارم. این خیلی میشوه. من نمیگذارم که تو مسخره باز بالای حسیات ای دخته بازی کنی. با یکان خلاصه آمدی مدده دیگه گپ ندارم. نامزدی میکنیم تره سایرم دیوانه را میتیمد. فهمیدی؟ چه خیلی نامزدی پدر؟ من سنم رو دوست میدارم. دلم فدای او هست. خودی میدونی دیلت چقدر چیکار میکردم؟ سری ما را ویران کردید. فهمیدی شما من رای خوب ندار کردم. آقای سعدی بس. همین تو بالای من نوره نبرومدی؟ برآمدم. ای همونجا داد نزدی که سایرم دوست میدارم؟ نگفتم. چی گفتی؟ من سایرم دیوانه رو نه سنم رو دوست میدارم گفتم. همه شنیدند گوشای من نشنویدند. من با گوشای خودم شنیدم. پدر من سنم رو دوست میدارم گفتم. بلنگو یک ویران شد. چی بلاشید میکروفون ده؟ همون میکروفون ده در سرت میده میکنم. حاضر با گناهی میکروفون شده است. همون میکروفونی پاید خود به خود سایرم دوست میدارم میگه. بچم تو چه خیلی بچه بیدیل بوده یا؟ آخه با بالای منوره برآمده من سایرم دوست میدارم گفته داد زدی کو؟ پایان که فرا آمدی میگوی که زیبا سنمی ترکیه را دوست میدارم. اوی خودش چی گپه؟ یا خدایا من چیکار کردم؟ من به سر خودم بلا آوردم. مادر باز نامزدی پامزدی نکنید. نکنید. من به فاتحه نمی اویم. میای؟ اویم هم فاتحه نمی کنم. میای؟ فاتحه کنید هم خاندار نمیشم. چی گفتی سای؟ چکر خاندار نمیشای؟ چکر دختران نامزدی کرده با او خاندار نمیشای؟ برای همین شما رو گفته ایستادم که سر و سیمه نشوی. مشکل هجری اگر نمایی من ترا عقد میکنم. حق محلالت نمیکنم. جاش تا با سرت بگی کلت کارفرمان. هجری کلت کارفرمان. آقای سعدی برا جوگت دخواه کن. من خواه میرم. فقط تیاری ها را میبینیم. گفت تمام. آخر مادر گوش کنید. من میرم خواه میکنم. مایلش بچم. مادر یک بار گوش کنید مرا. شبت خوش بچم. این مادر جان این خیلی نکنید آخر. خودتان رو شرمنده میکنید. من با اون نامزدی نمیروم. اگر روم هم نامزد نمیشوم. نه نامزدی نمیکنم باز عیب میشود. البته که یگان راهش رو مییابم. با فکرم یگان چیز هم نمیآید. ولی شب دراز است. البته که میآید. هجری جان از هیجان زیاد خوابت نبرد؟ توبه برایت شیر گرم کنم؟ نه رحمت نمیخواهم. قهوه؟ نه نمیخواهم. چای دم کنم؟ نمیخواهم گفتم کو. تو هم یک چیز رو بله بگوی آخر همه چیز رو نه نمیگویی. آدم کمی نسبتی نامزدش مهربون میشود باید حتما در پایت پرانم. دلم رو شکستی. آخر با تو ناز کنی چونان میزیبد که
این حال رو ببینم. шайтон мегӯяд даҳону бинии инро бишкон, вале бояд ангуштаринро бигирам. ин чӣ хел хуб куни аст охир. боз ками сар будааст. ای ملی سرم توپ خورد. کافی است بینشی. طاقت کرده نمیتوانم. با زنگ میزنم. البته زنگ بزن. انا دیدی تلفنش خاموش است. ای خدایا، با آن دختر یگون چیز نشده باشد. خانم تولین، شما پروا نکنید. اون مثلی بچه است، با او یگون چیز نمیشود. از تو یگون کس پرسید؟ ملیس نمیشنود آخر مرا. با چی گپ شده است؟ زینب رو پیدا کرده نمیتوانیم. به خانه نآمد، نمیدونیم در کجاست. ба ин нигоҳ куна. булиштро мисли зан оғӯш кардааста. мисли занҷир сахт аст. کی هستی تو؟ کی هستی؟ کی هستی تو؟ کی هستی توی دختر؟ این رو ببنده. تو کی هستی ها؟ گوش کن مرا. تو چی خیلی به خانه من دار آمدی ها؟ ها؟ کی هستی تو؟ بسم الله. آقای سعدی بخیر. آقای سعدی چی شد؟ گل نه گل نشی. ای پویان آواز آمد آخی به خانه کمیسر مراد دزد آمده باشه چی؟ آخی وسیع عقل تکر در کار فرمود. خانه کمیسر به خانه ملیسه مگر دزد میدرویه. ای آواز دیگه چی بود؟ ای چی باشه با؟ چی های؟ من ایت پرسیدم. من هم تره پرسیده استم. چی های؟ کی هستی تو؟ سردی. اینجا چی گفت؟ اومدم مراد. سردی. چی گپ است؟ کدوز در کجاه؟ زینب اینجا تو چیکار میکنی؟ کنی گپ زن ای دختر. کجوده دزد همی؟ آقای سعدی دزد نمیبینی؟ این دزد دل کمیسر مراد دزدیده استای. چه خیلی که من دل هجری رو دزدی کردم. من چرا دل این رو میدوزیدم خیر؟ چی ها گفته ایستاده ای؟
گویا من بسیار میخواهم که دیلم را به تو دهم. همین دختر میگم زینب نیست؟ هموی در این وقت شب در اینجا چی کار میکنن؟ چون؟ پدریم با ما چی دخل دارد؟ رفتیم از اینجا. چه دخل نداره آخی؟ پدر رفتیم؟ اینها اینجا چی کار میکنن؟ رفتیم پدر. دخترم در این وقت شب در اینجا چی کار میکنی ها؟ حاضر من به شما میفهمونم چرا اینجا هستم. این خیلی شد. لطفاً کمی یاریم کن. یاری کنم؟ چه خیلی با تو یاری کنم؟ در نصف شب به خانه‌ام در آمدی، با بالای سرم بر آمدی، باز یاری میخواهی؟ برای هر دیامون عاقبتش بد میشه. کاری ندارم، چیزی شود شدن گیرم. یگان چیز بگو. چی گویم آخر؟ یا خدایا. حاضر همش رو به شما میفهمونم. این خیلی شد من. وقت تمام شد. وقت تمام شد. دیدی؟ فهموندن توانستی. چی شد؟ تو هم با من میسوزی، فهمیدی؟ من چرا میسوختم؟ آخر همه جور جزیر کردین ها؟ چیکو کردین؟ بازی کردین یا جنگ کردین؟ یک دیگر را خفه کردین؟ چی شد آخی؟ فهموندن نتونستی؟ بازی نکن چیکو میکنی؟ ای با نمیدونم. آقای سعدی این کاری شخصیشونه، نپرس بچه ها را ایزانت ده. چی با نمیپرسم؟ این دختر به خونه این بچه میدر اومده است، در یک گوشه که میستود است، من نمیدونم. کمیسری این کارو به تو نمیسیبه. تو باید اگه به این دختر خونه دار شوی، اگر این کارو رسوا میشوه. من همین خیلی خوبم، حالا در فکر خانه‌داری نیستم. خانه‌دار شدن نمیخواهم جناب سعدی. گویا که من بسیار میخواهم. با خواستن و نخواستن تو علاقه ندارد. من نمیخواهم جناب سعدی. نه در فکرش نیستم آخر جناب سعدی. حالا در فکر خانه‌داری نیستم آخر، در فکر هیچ چیز نیستم. خوب فکر کن. نه نمیخواهم آخر. فکر که گفتم. دیدی با چی احوال گرفتار شدیم؟ همش از پشت تو شد. همش از پشت تو. من به تو نگفتم که کمی یوری کن. خاموش ایستادی، دیدی سرمون در بلا گرفتار شد. زینب تو چه خیلی یوری میکردم، مگر نمیبینی احوالمون رو؟ نمیبینی همه همسایه‌ها ما رو در بالای رخت خواب دستگیر کردن، جایی فهموندن نیست. خاموش بوده است. حاضر دوملا عظیمی در زنگ زنم در رو اومده. نه لطفا زنگ نزنید. اینجا همین مسئله رو میپوشونید. بسیار دراز کشید. ایرا باید سری وقت فکر میکردیم. من به عظیمی زنگ میزنم. نه حاضر من حالی با جنابی عظمی گپ زدن رو ندارم، لطفا زنگ نزنید جناب سعدی. بعد دوملا عظیمی زنگ میزنم بیایه و کار در گرمیش گفتم کجوریم چون رفتیم دخترم رفتیم. بر شما شبی خوش. مادر بیا. بخشش کمیسر مراد. این کار را تنها نکاح تازه میکند. نکاح یک جای میکنیم. هجری را به سیرم، زینب و مراد. خوب فکر کردی جناب سعدی، ولی من نکاح بچه های خودم را کمی پنهانی میکنم. چی با آخی؟ تو کاردار نشو، من خودم حل میکنم. تمام. تو دیوانه هستی چی؟ آخر خانم زینب در خانه مرا چیکار داشته؟ مال خانهش یک طرف در جگه خوش کار میکردی. جنابی زوبایت مثلی شنیدتون نیست. خیلی مثل شنیدن نیست، همه میگفت میگن. نمیفهمید آخر. چرا نمیفهمم خانم زینب؟ این کمیسری شرمنده انگشترینی مرا بود. این رو از کجا میدونید؟ آخر چشمش همیشه در بالای انگشترین دخترم که من بود. من خواستم که چیزی دوزیده او رو باز پس گیرم. از کجا میدونید که او دوزیده است؟ انگشترینم در رو از جناب زوبایت. لطفاً رفته انگشترینم رو از دستی گیرید. چی گپ است این دختر با ما که ها باز دیلش رو داده بوده است کو؟ البته او را که رد کردم پرغرور شد. دیوانه خواست مرا کشد باز. یک دقیقه. این کار را تنها یک چیز تازه میکند کمیسر. زود از پس آمادگی ها شوید. جناب دخترم هرویم. پیش درا. کنی زود باش. تو هم پیش درا پسرم. رو دختر رو. با تو کاری ندارم دیگر رو. بچه مبارک تان شوه. خدا خوشبیرتون کنه. همین دوملا عظیمی است، همه کار حل می شود. تو هیچ پروا نکن. خدا نشان ندهد مقصدی نه. شبتان بخیر. او دختر قدیمی تو که بچم خیر. شبت خوش. شب بخیر. شب بخیر. هجری. شنیدی همین خیلی؟ یک جای فاتحه‌مون میکردند. شنیدم. من نامزدی نمیکنم. من هم راضی نیستم برادر. دلی من مایل دیگر کس است. خدا نشان ندهد نامزدی نمیشود. تمام. تو حاضر به درون در آمده این را به آنها فهمان. تماما رفته گپ زنم. تو هم در اینجا نشین خونو کس رو بده. میدرایم میله. شب بخیر. آخر در این دنیا اگر یگان دختر نماند هم من تو رو نمیگیرم.
وسیه دعوتنامه رو حل کردی؟ آقای سعدی تو حالم خوبی؟ من الکی نیستش تقسیم کردم. بین چه خیلی خوش رو اومدن. در توی بچه‌مون هجری و سایرم شما را هم انتظاریم. اگر بیای خرسند میشویم. خوبینم؟ اینا شما تقسیم بکنیم؟ این دعوتنامه های من هستن. ببینید چه نوشته شده است. رسمی پرنده هم گذاشته شده است. با نامزدی پسرمان مراد و دخترمان زینب همه تان را منتظر می شوم. چه خیلی آمده است؟ گوش که عظیمی پرنده مونده نه. اول باید تو اونا را راضی گردانی و خیر میدونی. دیدی بچه من چه خیلی بالای من را برآمد ایش اعلان کرد. لیکن همه کمیسر دختر ما زینب دوست می داشته باشه. آخر آنها یکدیگر را دیوانه‌وار دوست می‌دارند. دیوانه‌وار ناز کرده ایستادند. برای آنها سورپرایز میکنم. بعدا به آنها میگویم. دعوتنامه ها را پنهانی تقسیم میکنم. این خیلی باشه رفته یک جای تقسیم میکنیم. سلام علیکم اکای جوهر. علیکم سلام هجری. و علیکم سلام. آخر این کاری کرده البته زیبید مگر چی گپ شده است اکای جوهر؟ ایرج باز میپرسد که چی شده است. هجری بسیار تغییر یافته است. مثل پیشتر نیست. من هم حیران شدم. اکای ایرج اکای جوهر چی شد؟ من چیکار کردم؟ این چی است؟ چی است؟ دعوتنامه. باز به سیرمی دیوانه نامزدی میکردی ها؟ مادر پدر آنها در حقیقت مرا فاتحه میکنند؟ گویا خبر نداری. باز فریب میکنی برا؟ از نامزدی خبر ندارم. من سنم را دوست میدارم. میدونید کو من با سنم فاتحه میکنم. ایرج به این بچه چی شده است؟ سنم رو دوست میدارم میگوید. سیرمی دیوانه رو دوست میدارم. یکی اینش یکی ویش. دو دختر رو اداره کردم به تو میزیبد مگر هجری ها؟ خدایا توبه کردم. این چی گپ است که ایرج؟ به این نگر. آخر تو یک دختر زیبا سنمی ترکیه رو رد کردی. دختر از پشتی تو شده. از حیات دست کشیده است. دختر بیچاره از اندوه زیاد به رخت خواب افتیده است. آخر که جوهر دیگر هیچ چیز نگو. کافی. میپرونمت سیرمی دیونه. منتظر شو میپرونمت. آی خدایا این رو بگیر. دیگرش رو بده. سنم ایست دخترم تو دیوانه شدی مگر؟ میپرونم اون دختر مادر. میپرونم. نکنم برای خدا این کار رو. کی سلاح رو به سنم داد؟ بابای خادر خبر دارد خانم. خادر؟ چرا به دست دختر سلاح میدهی؟ دعوا نکن جان. ما دخترم کمی آرام شوم. هجری تو این رو به من چخیل کردی؟ چخیل یا خدایا. نکن دخترم. آخر خودت رو میپرونی. این ویران شده است کو پدر؟ تو با دقت باش. آخر این هدف رو نمیپروند کو؟ یا خدایا آخر این پروندن نمیتواند پدر. ای خودی گریزید بچه همه همون رو میپراند. مادر همه پینان شده میپراند. با دست این دختر بیهانر کی سلاح داد آخر؟ خودتا گفتید کشه؟ ادامت را گیر. خادر دخترم آن سلاح رو خود زمین گذار. آخر همه همون رو میکشی. قادر دیدی از پشت ما از این دخترمون بچه احوال گرفتار شده است. دیدی؟ نه مادر هجری هم بگناه هست. فهمیدید؟ او بگناه هست. همون سیرمی دیوانه بدرو است کو. همون زن هجری هم رو از دستم کشیده گرفت. همش از پشت آن زن شد. آخر آن زن هجری هم رو از دست من گرفته ایستاده است. ولی من میکشم اون دختر رو. آن دختر رو میکشم. میکشم اون رو. بس کن بچه ها بیدن یک چیز شده ای. کنونی دیوانه سایرام
رو هم دعوت میکنیم. این چی هست؟ کجا خودت ببین؟ با نامزدی پسرمون هجری و دخترمون سیرم دیوانه شما را دعوت میکنیم نوری دیده خاک قدم هایتان. وای ابله زنجیر رو عوض کرده است. باورم نمی آید زینب با کمیسرم رو در خانه چیکار داشته است؟ من هم پرسیدم ولی او گفته نخواست. من به شما گفته بودم که این دختر به کمیسر دل داده است ولی از حد گذر. کنی دخترها از پسی کار شوید، کنی زودتر زود. آنها را دیدی؟ می رویم. توبه، این بیشرم را بین به خانه بچه در آمده است. جنابی سعدی اونها رو دستگیر کرده است. اینی به قریبی توی دارند گو؟ نام ما در کوچه برآمده است. این دختر باز یگان کار بیمانی نکرده با او صحبت کنیم. بخشش یک نمی آید. لطفاً بیایید. لطفاً بشین چون که مسئله مهم و گپ زیاد است فهمانم. با این دختر اهمیت ندادیم قهر کرده است. از همه خوبش وضعیت را با نازکی فهمانم. خانم چه خیلی میدونید دیشب حالت ناخوشی رخ داد بینمان. به اجازت به خانه هم در آمدید و خواستید که مرا کشید. ببینید اینجا ایزش هست. شما را بسیار خوب میفهمم. البته جاذبه مرا طاقت نکردید و به شما بی‌اعتنایی که کردم مرا خواستید کشید. این خیلیش را باز نو دیدم. بسیار وقت دخترها برای من بیمار می شوند. وقتی که بی‌اعتنایی کنم دیوانه می شوند. ابله دلی شما را شکستن نمی خواهم ولی نسبت شما یگان حسیاتی ندارم خانم. مرا خطا نفهمید. دختر زیبا هستید ولی خواست من نیست شیرینم. با شما امید داده باشم که یک جا میشیم و یاد ندارم میبخشید ولی به حسیات شما جواب داده نمیتوانم. کاش به خانم نمی در آمدید و پیش از آن با من صحبت میکردید. به خونت به خاطری تو در اومدم مگر؟ ابله برای انگشترینم در اومدم. دوزی فلاس. حاضر چه خیلی که میبینید افسانه زبان مردم شده ایم. هر کس فکر میکند که من نسبت شما علاقه دارم که هرگز این چیز را قبول نمیکنم. این را اصلاح کردن در دست شما است. چی گفته ایستاده تو؟ من پلیسم آخر. کمیسر هستم. از پشت شما شده در غیبت تمام محله افتادن هرگز نمیخواهم. به این شرمندگی اجازت نمیدهم. حاضر به همه میگویی که تو به من عاشق هستی و من در بین همه به تو اعتبار نمیدهم. نمیخواهم که بخت من پوشیده شود. او من به شما چیکار دارم آخر؟ خوب این خیل باشد در حجره من چیکار میکردید؟ یا که خواستید که مرا در حالت خوابم بوسه کنید؟ انگشترینم را از تو میگیرم. گوش کرده نتوانیست. حقیقت را قبول کرده نتوانیست. چیکار کنم دیگه؟ جورا جون حیف شد اکای کنعان به خدا. برای چی؟ غمگین شده است. چرا آخر؟ آخر دوست داشتهاش رو به هجری میدهند. ها تو آن رو میگویی فهمیدم ولی هجرم بسیار نادان بود است برادرم. یک چند سال ادومی سلام میدوید سلام گفته خب حاضر باشد دیوانه سیرم بسیار عیب شد. هجری در نمیزیبد. او کمبودی دارد ولی تو هیچ کمبودی نداری ها؟ من چیکار کردم؟ اکای کنون یک عروس داشت نامش بانو. تو با او عاشق نشده بودی؟ او رو گپ نمیدادی مگر؟ آن زمان که بود عشق بانو و شوکت دست چولاق کنعان نمیکرد حرکت. میگشت در بازار برکت. فهمیدی؟ برو از اینجا.
اتا اول کتابی تاریخ بخون بعد گپ زن حیوان. اینجا کوچه قلب 10 سال بوده است. ای بدبخت گپ تا اونته. تا اول قصه عشق بانو و شوکت بخون کلت خالی خالی فهمیدی؟ خالی گفته نیست مرا عصبی نکن. ترم بدبخت خوار کلتکلس خیلی فریب کردی تو. بدبخت بیسی مرا نام خراب کردی نام در خاطر ما اومد. اولی حضرت کنم ایک جو اومدی؟ اکا چوی بیارم. اگر تو مرا دوست نداری زندگی کردنم معنا ندارد. یا خدایا اکه کنون الله مردم صلات جنازه بنده مومن اکه کنون مرا یک دختر این ارزش داشت مگر مغزی سرش پشت خورده باشد. دیوانه مغزی سر نداره. کنانی معبدی همون اکه کنون تو نموردی مگر سراغ نیست کن چقدر مرده چی میگویی بدبخت؟ تا عشقم را با سهرمی دیوانه اعلان نکنم مرگ به من حرام باشد. اکه کنونم این خیل باشد سیرمی دیوانه تو رو میپراند. با فکر من هم انیق میپراند. اگر مرم هم از دستی سیرمی دیوانه مرم. یا توبه با ملوی جنازتون زنگ بزن. اولی حضرت زکاز داری؟ رحمت مبارک شود. حتما میآییم. تشکر منتظر میشویم. خیر عزیزم. سلام سیرم. چی شد کنون دیوانه؟ باز یگان دعوتنامه دیگر میخواهی؟ نه من تو را کنی گپ زن آخر تو را دوست آخر چی شد آخر؟ یگان مشکلی داری تو؟ سیرم من تو را گپ زن آخر؟ سیرم من تو را دوستی خیر گپ زن. رو از اینجا دعوتنامه ها رو تقسیم میکنم. کاری زیاد دارم با تو وقت ندارم. خیر تمام شدی دیوانه. من هجریم رو به تو نمیدیم. تو چی کار کردی ایستاده ایستادم؟ خدا لعنت کنده. تیر تمام شده. اکای کنون تو یگان تیری زیادتی نداری؟ نه تو دیوانه شدی چی کار میکنی؟ اکای کنون باید آن زن رو بکشم. هجریم رو از دستم گرفتم. هیچ به عقلی نکن. رهایم کن اکای کنون. باید آن زن رو بکشم. کنی تاپانچه را با من ده. ایستا باید انگشترینم رو گیرم. دختر چیکار میکنی تو؟ بخشش پایم لغزه داخل. من نمیخواهم آخر تو چیکار میکنی؟ این کارت نادرست است. من به تو نگفته بودم که از این دختر دور باش. مراد من نگفته بودم که دختر مردم مقوله. چه گپ است همکار؟ من این دختر دوست میدارم ابله. چه گپ است آخر همکار؟ ما تنها صحبت داشتیم. مراد چقدر صحبت داشتی که در بالای پاچش نگیمت بدبخت. بیهودگویی نکن زبید. میدونی که به خاطر دختر من آدم میکشم آدم.
کیرو میکشی تو ها؟ تو رو میکشم حیوان. کیرو میکشی تو ها؟ چیکار کردی تو؟ مراد نبر لطفا. نه چیکار کردی تو؟ جناب زبید زینب سوزی خوش آمدید. خوش باشید. من به درون میروم. بله تو برو اکنون. همکار خوش آمدی. شین با تو یک چای نوشیم. کوشین بشین. چی شد با تو همکار؟ با فکرم هر دوی آنها به تو دل دادند. عجبا کدامش به تو خوش می اومده باشد. پروای یگانتش رو ندارم. با فکرم از کمیسر مراد خوشت می آید. وگرنه چرا به خونه‌اش می روی؟ آخران بارو میگوید که زینب دور باش. چی ها میگویی همکار؟ مراد مطرح نگفته بودم که زینب مده مخوله. که یکی میبینیم در پیش زینبی. چی گپای؟ اگر او را خوش آید من چیکار کنم؟ همیشه در اطرافم است. چیکار کنم؟ مراد میدونی که با این کارات مرا زیغ میکنی. همکار تو رو چرا زیغ میکردم؟ زینب هم زیغ نکن. چالش رو بده. چالش رو دوزده او بسیار زیغ است. دیدی نه این خیلی نمیشود. برای دستگیر کردن کلتا کلاس به انگشترین احتیاج دارم. نمیدیم بخشش. با نزدیکی میفهمیم که تو از قفوی کلتا کلاس است یا از قفوی چیزی دیگر. حتما میفهمیم کمیسر مراد. با نزدیکی میفهمیم. با این چی شده باشد؟ یا که از من حالا هم شبهه دارد؟ سایرمی دیوانه، مگر من هجریم رو به تو میدیم؟ آی دختر تو در این محله چیکار میکنی؟ یا باز از پس گهواره بخشم هستی؟ میپرانم تو رو. هجری مرا دوست میدارد. این رو بفهم آخیر. پگاه نامزدی داری میدانی؟ چه خیلی نامزدی ها؟ عجینه؟ تو هم میتوانی بیایی. در این روزی خوشبختی همون تو رو هم دعوت میکنیم. بگیر شرم نکن. این چی هست؟ هجری! اکا ای بنفشه من چیکار میکنم؟ اگر سنم نامزدی رو فهمد مرا ترک میکند. من باید یگان کاری کنم. با اکت کمک نمیکنی تو؟ اکا من چی میدونم؟ من ترک کند به اینم تو با سایرمی دیوانه نامزدی میکنی. هرگز. چه خیلی نامزدی؟ پدر و مادرم حوض نخورند. من نامزدی نمیکنم. با نامزدی هم نمیروم. من سنم رو دوست میدارم. چشمم مجوز دیگر کس رو نمیبینم. تمام. حتی صدایش هم در گوشم است. مایده چم. با فکرم صدایش در گوشت نیست، در بیرون داد میزند. سنم اومده است. سنم؟ برو هجری. سنم؟ هجری. فکر میکردم دیگر روی مرا دیده نمیخواهی تو. هجری. میدونستم که بر میگردی مایده چم. خاموش شو. زود به پایان فرا. جواب این دعوتنامه رو به من بده. فرا. تمام سنم حاضر میفرایم. این چی است هجری؟ چی است؟ من هم از تو این را پرسیده ایستادم. این چی است؟ بگو چیه؟ تو خودت را زحمت نده. من میخونم با ذوقی بلند. با نامزدی پسرمون هجری و دخترمون سایرم دیوانه شما را دعوت میکنیم نور دیده خاک قدمتان. از کسی از همنام ما است. مگر تو مرا مسخره میکنی؟ تو مثل من دختری گل بر زیبا سنمی ترکیه را گذاشته با اون دیوانه خونه دار میشوی. ای دیوانه بر این گپ نزن. من تنها با تو خونه دار میشوم. چشمم غیر از تو دیگر کس رو نمیبیند. زیقی نکن آخر. پس این چی است؟ این دعوتنامه است، اما یگان جای ترس نیست. همه زیر نظارت من است. آنها مرا مجبور خونه دار کرده نمیتوانند کو. آنها کاری کرده ایستادند که من از هجری دست کشیده او را به گهواره بخشش ببخشم. مگر من به این اجازت میدیم؟ گوش کن هجری. سنم دخترم در کجا هستی؟ زنگ زدیم با تو جواب نمیدهی. تلفنت رو هم خاموش کرده ای. چرا به اینجا آمده دخترم؟
این مسئله تمام نشده بود مگر؟ این مسئله هیچگاه تمام نشده بود کو؟ با تو و سایرم دیوانه خوشبختی میخواهم پسرم. نهایت دخترم از تو خلاص میشود. بیو دخترم، بیو رفتیم جانم. بیو جانم. ابله چی؟ و هیچ کس نگویید. نامزدی دخترم زینب و کمیسر مراد را حل کردم. در نامزدی هجری و سیرم من این خوشخبر را به همه اعلام میکنم. چه خیل است؟ بخیر است کنان. یگان کمبودی دوری؟ درد میکند، درد عشق میکشم. با کی عاشق شده ای تو؟ گوش کنید جنابان، به هیچ کس نگویید. با آنها سورپریز میکنم. و کمیسر مراد و دخترم زینب سورپریز کاری کلام میکنم. با دخترهای محلمون با چشم بد نگاه نمیکنید. کسی نگاه کند هر دو چشمش رو میگیرید. اما استاد یک سوال پرسم. کنی بپرس قم بچه. استاد بچه‌ای که دخترها را با چشم بد نگاه میکنن چند قبر غشش کنم؟ همش را یک باره. چی نگاه داری تو؟ ثواب گرفته ایستادم گناه است؟ دستم درد میکنم. ملیز جان، زینب دختری امکی تو است و با خونه مرادی ابله در آمده است. میدونی که وی ابله آرام نمیستد. با محله اعلان کرده است. همه گپی اونها رو میزنم. با تو چی فرق دارد؟ گوش کن ملیز جان، تو هم خطا کرده به حجره من در اگر خطا کرده میگویم که یک بوسه از رخسارم بکنی. من این رو تا آخر عمرم از همه پنهان میدارم. تنها تو و من میدونیم انا همین خیلی از جوان مردی. گم شو ابله، تو خیالت رو ادامه بده. استاد این دختر خودت با چشم بد نگاه کردی کو؟ او دختر محله خودمون نیست. اما استاد خاموش رو گرد قم بچه. آخر من این دختر را کی به خود اینقدر عاشق کردم نمیدانم. بگیر. یک باره به سرم میزدی. با نزدیکی آن رو هم میکنم. چی کار کردی تو؟ جزای تو این است. چند بار با تو گفتم که موی سرم رو سرده. ای دختر تو دیوانه هستی؟ قهرم کرد. قهرش کرده است. مرا هم قهر کرد. انا بگیرید بچه. حالت از این بر. چیکار کرده ایستاده تو؟ آی بخشش جنابی زبید. همکار خوب استی؟ چیکار میکنی دختر؟ ببین بچه احوال آوردی. آخر از پشت این شد. کنی ایست ببینم. دختر چی آدم هستی چشم این بیچاره برام کرده است. چیکار کردم؟ طوله مرا ببین. بگیر. گیر. معلوم است که در حیاتت هیچ کس برای تو گل نگرفته است. بگیر همش از تو. معلوم می شود که تو در حیاتت به هیچ کس گل نداده ای. دختر دیوانه.
یا خدایا توبه، چرا من وی را فکر کرده ایستادم؟ یا اینکه نسبتش حسی پیدا کردم؟ نه، من زهرایم را دوست می‌دارم، با او خیانت نمی‌کنم. سرم را در گرفت، برآمده هوای تازه گیرم. بسیاری بد گشتیم. همه را دعوت کردیم ها دختران؟ دعوت کردیم خاله جان، دعوت کردیم. های پگه میبینیم. هجریم را از دست اون میمون گرفتم. بسیار خوشحال هستم خاله جان، بسیار. وای، ما فراموش کردم که دگونه فاطمه ما دعوت نامه بودم. ما رفتم میتم تو خونه رو. ما میام. فهمیده دم خیلی نه؟ حاضر این دختر رو باید دزدید، از هوش میروانید، بعدا با جیرگتو لیمچه کرده برمیگردونید. فهمیدیم خانم سنم. ایست، با ما میروی. چی گپ است؟ شما آدم های کی هستید؟ بسیار گپ نزن. انا روزت رو میبینی گهواره بخشی پستی بی ناموس. شما خودتون کی هستید؟ از ما چی میخواهید؟ بعد میفهمی ما کی هستیم. من حالا معلوم میکنم که شما کی هستید. دمت را گیر. ماشین سوار شد. آنها سیرم رو میدوزدن؟ یک طرف ایستید از دم. سلاحت رو یک طرف گیر. زود با ماشین در بسیار گپ نزن. آه، نهایت از این گهواره بخش بی ناموس جانمون خلاص میشود. باز شما دوست داشته مرا میدوزدید ها؟ حالا من با شما نشان میدیم حیوان ها. پیش درو. آمدم سیرمی دیوانه، آمدم. سیرم؟ شما فکر نکردید که کی رو بوده ایستاده اید؟ مرا سیرمی دیوانه میگویند. مرا هیچ کس دزدیده نمیتواند. من میدزدم، من. کنی گپ زنید شما رو کی فرستاد؟ آها، شما رو میمون سنمی ترکیه فرستاده است. من با اون میمون میگویم که هجریم رو به هیچ کس نمیدهم. هجری از من است، از من. کانونی دیوانه؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ وای، دیدم که تو رو دزدیده ایستادم، برای خلاص کنی تو آمدم. بس کنی؟ تو خودت کی هستی که مرا خلاص میکنی؟ خلاص کند نکند هجری مرا خلاص میکند. تو باز کی هستی؟ خیر، مادامی که اومدی اینجا رو تازه کن. با صاحبانشون بفرست. من وقت ندارم، میروم. خیر.
جرأت کردید که زن دوست داشته مرا بدزدید؟ салом бинандагони гиромӣ, агар хоҳиши тамошои филмҳои ҷадид аз қабили ҳидоят, гулчеҳра, асрори азал, як иштибоҳ, дар орзуи падар ва ҳамарӯза дар пахши мустақим оҳангҳои дилнишинро дидан мехоҳед, пас дар шабакаи ҳамроҳ студио дохил шавед ва аз наворҳояш дидан кунед. дар шабака обуна шавед, аз наворҳои навбатӣ огоҳ бошед. студияи ҳамроз, ҳамрози дили